سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خیلی ممنونم از اینکه ویدیو رو نگاه میکنید. یه بازی تریپل ترید یا 3 نفره داریم که من خودم به رنگ زرد هستم و دو تا یارمون به رنگ قرمز و نارنجی. ما میایم اول کار مارکت و خونه ها رو میزنیم. برای اینکه از اینجا ما اول کار چیزی که نیازه اینه که با مشکل خونه بر نخوریم. تا تعداد خیلی بالایی رو داریم اینجا ما چوب میخریم. بعد میایم این قسمت. ببینید اینجا نیاز نیست که ما سیب بوریا رو حالت 4 فصل بزنیم. ما میتونیم خیلی راحت اول همه سیب بوریا رو بزنیم و بعدش بیایم دابل زد کنیم و به جای یه دونه کارگر 2 تا کارگر بکنیم داخلش. بیشتر از اون نمیشه، به خاطر اینکه شما وقتی میتونی کار انجام بدی که کارگرها به مقصد نرسیده باشن. اگه رسیده باشن نمیتونین از این کار استفاده کنید، پس محدودیت داره. نمیشه گفت باگه، به خاطر اینکه شما میتونی به جای این نمیتونی اصلا کار دیگه ای انجام بدی، یعنی نمیتونی پاز کنی و چندین سری این کار کنی، ولی میتونی خب یه استفاده ببری و اول کار مالیات های -8 رو بگیری. همونطور که داریم اینجا ما چوب های زیادی میزنیم و میخوایم که پاپ هامون رو توی چوب بوریا بذاریم. خیلی بهتر از زدن آسیاب. آسیاب خودش 20 تا چوب میبره، اما شما 3 تا چوب بری که بزنی میشه 9 تا، حتی نصف آسیاب هم کمتر چوب هزینه میکنید. در نتیجه بهتر که به جای زدن آسیاب برای بردن پاپتون همیشه از چوب استفاده کنید. خب آسیاب خودش 3 تا نفر میبره، ولی خب 20 تا چوب هم هزینه‌تون خواهد شد. خب میام اینجا گاوا رو میزنیم. به خاطر نت نفر سوم یه ذره مشکل داشتیم اینجا، ولی خب عیبی نیست، من توضیحات رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. اول کارم اومدیم یک سری مشروب سازی زدیم، برای اینکه تایم مشروب سازی ها کمی طول میکشه و تعداد پاپ وقتی بالا میره تعداد مصرف مشروبات هم بالا میره. پس این کار ما میکنیم که یه وقت با مشکل کمبود مشروب مواجه نشیم. خب الان ما هم مثبت 4 رو داریم از غذاها تو این قسمت که میبینید و هم مثبت 8 رو از اونجا. یعنی در واقع چقدر داریم؟ 12 تا ما میتونیم همین الان مالیات ها رو بگیم. ببینید الان من وقتی اینجا دوباره زد کردم پاپام رفتم دیگه. این نشون میده که شما نمیتونی بی نهایت بار این کار رو انجام بدی، فقط سری اولی که دارم میان میتونی این کار رو انجام بدی. خب حالا باید تنها کاری که بکنیم پاپ هامون رو زیاد کنیم. دوباره من اینجا مالیات رو بردم بالا. خب چوب بوریا رو زدم، اوکیه. پاپمون رو زیاد میکنیم. فقط حواستون باشه اگه میخواین که پاپ زیاد بکنین میتونید از همین تکنیک برای چوب بوریام استفاده کنید، منتها اول کار نباید این کار رو انجام بدید. چرا؟ مثلا اگه اول کار قبل از اینکه سنگ بوریا و ارزم به خدمتتون آهن و بقیه چیزا رو شراب سازی و اینا رو بزنید، برین چوب بوریا رو بزنید، بعد دابل زد کنین، این باعث میشه که همینجوری کارگراتون میرن صرف چوب بوریا و دیگه هیچ وقت نمیان برای شراب و یا سنگ و آهنتون سمت اون برا نمیرن. همیشه اول سمت کجا میرن؟ اون جایی که شما اول تأسیس میکنید یا روش یک عملی رو انجام میدید و شما میبینید ممکنه نصف راش رفته باشه، هنوز مثلا شراب سازیاتون کار نمیکنن، سنگ بوریا سنگ نمیارن و اینجوری خیلی عقب میافتید. و چون خب آخر سر شما میخواین از پاپ ها مالیات خیلی بالایی بگیرین، این تکنیک زد کردن چوب بوریا رو و اینکه 2 برابر توش پاپ بکنید بدون اینکه از چوب استفاده کنید تا پاپتون رو زیاد کنید، بذارید آخرهای نوراش. این خیلی میتونه بهتون کمک کنه. من حالا اینجا دارم علاوه بر اکوی پاپ از سلاح و کمون استفاده میکنم. یه ذره مشروب سازی ها رو زیاد کردیم و همونطور که میبینید آهن داخل انبارم زیاده، به خاطر اینکه آهنهای اولیه رو استفاده نکردم. حالا از این تکنیک استفاده کردم تا میزان پاپمون چند برابر بشه. با این کار خیلی راحت شما میتونید تا 300 تا 280 تا پاپتون رو بالا بیارید و یه درآمد خوبی کسب بکنید. خب من اول کار سنگ بوریا رو
میفروشم. کشیدن دیوارم بذارین واسه آخر سر دیگه همونجور که میدونین بهتره دیگه. اول شما در و یه دونه پایه در رو بذارین، بعد شروع کنین از روش دیوار کشیدن. بعضی هم تکنیک دو در رو میذارن، یعنی یه در میذارن، یه در عقبش، در جلو رو پاک میکنن که این حال زیاد به نظرم حرکت مقرون به صرفه ای نیست. خب من اینجا اومدم برای اینکه سربازامم بهتر بشه. خب الان کلی رضایت ما داریم اینجا، ولی خب شما همیشه پاپ با شراسازی در تضاد دیگه، چون هی جمعیت زیاد میشه خیلی سخته کش تا مثبت 8 نگه داریم. خب حالا اینجا اومدیم لوردمون رو کیپ کردیم. هیچ وقت یادتون نره که لوردتون رو کیپ کنید. بسیاری از بازیکن‌ها هستن که عرضم به خدمتتون کارشون جز اسنیک کردنتون، جز این که بیان بزنن، تکنیک دیگه ای رو استفاده نمی کنن و همین باعث میشه که خیلی راحت شما بازی رو از دست بدید. همیشه لوردتون رو کیپ کنید. حالا روش‌های خیلی بهتری هست برای کیپ کردن علاوه بر این، توی بقیه سایت ها موجوده. اگه بزنید به انگلیسی، من خودم بهترین راهی که اون موقع سر این بازی به ذهنم رسید این فکر کنم روش خوبی باشه و باعث میشه که از کمان هم در امان باشیم. دورش هم برای احتیاط میذار خندق رو میکشم. و ببینید همینجور که میبینی این قسمت اصلا نمیدونه چی به چیه، یارو اصلا دیوارش هم نکشیده. من راحت با چوب بریام دارم میرم تو. حالا ولی من زد کردم، میتونستم زدم نکنم، همونجا که هست راش که داره تمام میشه سرباز کنم و بکشمش، ولی خب از جوانمردی یه جورایی به دور هستش. باز دوباره سنگا رو حالا دیگه رفتیم سراغ مالیات گرفتن از پاپمون. همیشه این کار کنید، اول مالیات منفی 24 شراب سازی ها رو تعطیل میکنید و بعد غذا رو هم روی منفی 8 تنظیم میکنید. و حواستون باشه بعدن که میخواین ارزم به خدمتتون که از پاپ ها نیرو بسازین، یه تمونده پاپ رو بذارین برای اینکه بتونید به حالت اولیه برگردین. چون اگه تمام پاپ رو مصرف کنید و بیاین تا بخواین برگردین به اون حالت، چون باید از 50 بیشتر بشه دیگه، تا اون موقع نه تنها کارگری نمیاد، بلکه شما شرابسازیاتون هم تا اون موقع تعطیل میشه و تعدادی از کارگرها هم از اونور میرن، قلعه رو ترک میکنن. این خیلی بده. واسه همین همیشه 10 تایی 12 تایی پاپ ته کار بذارید، همه رو سرباز نکنید. اینم یه نکته دیگه. و نکته دیگه اینم که دیگه همتون استادین دیگه، حالا اگه دیگه هر کی نمیدونه بدونید و آگاه باشین که دیوار بکشین تا اساسین اول کار نتونه بیاد بالا. البته الان دیگه جدیدن همه با اساسین دیوار خراب میکنن. من اصلا خودم هم همینجا اولش اشتباه کردم دیگه. این نوراشای ارزم به خدمتون سخت‌تر بهتر که اول در و پایه رو بذارین. خب اینجا دارم یه سری در و دیوارا رو مرتب میکنم و یه خندقی کوچولو بکشم. حالا خیالمون سمت راست راحته که سریع اتک نمیزنه. خب نوراش تموم شد. من اینجا یه ذره اهمال کاری کردم، سربازخونه ها رو خیلی دیر دارم میذارم. خب شروع کردم از سوار گرفتن. اوکی بودو دیگه. چیزای مقدماتی رو هم که میدونید دیگه، برای سربازخونه عربی کنترل ان رو میگیرین، برای سربازخونه صلیبی کنترل بی که مخفف برعکسه، و برای مالیات هم کنترل اچ رو میتونید بگیرید. خب من اینجا یه ذره دیگه خندق رو ادامه دادم. احتمال زیاد قرمزه روی من میاد و میخواد که سری بازی رو از من بگیره. یه تعدادی هم تخصص گرفتم برای اینکه شیلد بسازیم. بودو آفرین. شروع میکنیم به فروشه و یه تعدادی تبردار اینجا من خریدم و شروع کردم به ساختن تبردار. یه ذره داشتم کند عمل میکردم انگار.
که شیلدا رو سریع میسازیم. سعی کنید که سرعت شیلد زنیتون رو بالا ببرید، خیلی مهمه تا بخواین شیلد بسازین و دونه دونه. اینجوری باعث میشه که افراد بریزن سرتون. خب تعریفم داره نایت میاره و بهترین کاونتر برای نایت ها با عرض تعجب مونک ها هستن. مونکی که 5 تا پول بیشتر نمیخواد. من حالا بعدم پس اینجا باید تصمیم بگیرم که مونک هم به دست بیارم. خب عالیه، دوباره شیلد زنی کردیم. تعداد سریع ما از اینجا شیلد انجام استخراج کردیم و بقیه رو میزنم که برن خندق دور لورد رو بکشن. خب قرمزه داره میاد سمتم. این میتونه خیلی سخت و ترسناک باشه چون نایت داره. من هنوز نیروامو دسته بندی نکردم، شماره گذاری کردم الان. بدو آفرین. بهترین کار اینه که همیشه پایکو بذارین 3، اساسین 4، به خاطر اینکه توی حملات با همیشه اول پایکو بدین جلو بعد اساسین رو که پایک حملات رو دفع کنه، اساسین هم بتونه هنگامی که اون رو دفع میکنن دمیج رو به تیم وارد کنه. خب برده های من اینجا یه سری کشته شدن، حواسم نبود که کاور اونا باشم. حالا میخوام که یه ذره نیزه حالا میخوام از تبردارام استفاده بکنم و چون به خاطر اینکه تا بخوام بیام و برده بگیرم احتمالا این سوراخ رو باز میکنه و اساسین داره خیلی. خب اینجا خیلی سرنوشت سازه به خاطر اینکه خیلی سریع سوارکارا میان و دیوار رو خراب میکنم. من سریع با پایک و الان که همینطوری اگه دقت کنین پایک های من درگیر شدن اینجا از پشت دیوارا با نایت ها. این خیلی خوبه به خاطر اینکه یه سری پایکان باش درگیر میشن، حالا دمیجا رو میگیرن و نمیذارن که دیوار کنده بشه. از طرفی هم بقیه پایک های من خندق رو میان پر میکنن. خب تقریبا مثل اینکه نجات پیدا کردیم. اینجا قسمتی رفت بیرون، بعد موقع کنترل اینو که میگیری میاد بیرون و باعث شد که نتونه طرف فست بیاد. خیلی میتونه اینو کمک بکنه. خب من دوباره دیوار رو ترمیم میکنم. خوش رو یک دیوار کوچولو داشتیم اونم اوکی میکنم. تمام اساسین ها رو دوباره شماره بندی کردم، برگردوندم. پایکام که دارن خندق رو میکشم و این از سری اول خندقمون کامل شد و باعث شد که نذاریم اول کار ضربه‌ای به اقتصادمون وارد بشه. شما در همین حال هم میتونید دوباره چوب بریا رو به حالت اول برگردونین. حالا یه کاریه که من اصلا نکردم، خواستم ذره ملوتر باشه بازی. و بعد از اینکه دوباره پاپ زیادی جمع کردید اونا رو زد کنین و یه دسته نیروهای خیلی زیادتری بسازید. من میخواستم آروم آروم تا میتونم نیرو داشته باشم برای اینکه یه کمی از این قرمزه هراس پیدا کردم. و اینم الان یه نکته بعدی که شد این که شیلدام نمیتونن از خندق بیان بیرون وقتی که داشتم کاور پایکام میشدم و حواستون به شیلداتون باشه دیگه. این یکی از بعدی های این بازیه. توی سری های دیگه خب همون موقع شما خندق رو میکشی، ولی سری جنگ های صلیبی باید حتما با نیروها این کار رو انجام بدید. خب من دوباره غذا رو به حالت اول برمیگردونم، مالیات رو همون 6 میذارم. خب یه سری کراسبو به دستمون رسید، این خیلی خوبه. یعنی سبک یک بازی به اصطلاح نورمالی هست. شما میتونید از این سبک استفاده کنید و تا حد خودتون ارتقا بدین. سبک‌های پروش
شما بیشتر باید به اکونومی نون و اکونومی نو اکو یا همون اکونومی وسیله پاپ رو انجام بدید که خیلی بهتر هست. اینم مارکتینگ هم که معلومه دیگه، اولش ام، کنترل امو که میگیرید سریعا میتونید به مارکتینگ دسترسی پیدا کنید. اینا دیگه آموزش های خیلی ساده دیگه، تقریبا همه اینا رو میدونم. گفتم که اگه کسی به تازگی اینو میدونه، خب چون به خاطر اینکه داره حریفم نایت میاد، من اینجا یه سری مونک ساختم. مونکارم با شماره 5 دسته بندی میکنیم. خب اون داره میاد سراغم، ببینم که چیکار میخوام کنم. یه سری اساسین طرف دیوار است، نمیتونه بیاد به خاطر که من دیوار رو ترمیم کردم قبلا. خب دروازه به موقع بسته میشه. حواستون باشه که موقعی که دارین بر میگردین حریف پشت سرتون دروازه نیاد وقتی که در رو دارین، چون با در خودتون باز بذارید و وقتی که در باز باشه به صورت دستی از روی در اساسین ها میان و دروازه شما رو تسخیر میکنن. این هم نکته ای که معمولا خیلی ها استفاده میکنن و اینو میدونن. اگه افراد پرو رو ببینین معمولا یه سوراخی باز میکنن، دیلیت میکنن و از اونجا میاد تو. خب اینجا به خاطر نت نارنجی ما یه ذره باگ خوردیم و کانکشن یه مدتی طول میکشه تا به حالت اولیه برگرده. و بهترین تکنیک هم برای حمله اگه توی سکا هستین، پایکوسین از همه بهتر خواهد بود 100%. و نایت دیگه اونقدر اگه فصل نشه بیاد دیگه ارزشی نداره به نظر من، خاطر اینکه خیلی راحت شما میتونی با یک مونک که سکه 5 تا سکه فقط نیاز داره خیلی راحت اونا رو از پا در بیارین. خب الان اشتباهی که حریفمون کرد اینه که پایکا رو اصلا نیاورد جلوتر، هنوز پایکاش نرسیده بود. اینجا همینطور که داریم میبینید جای خوبی تصویر فریز شده و اساسین های من رسید و پایکام با هم رسیدن و برای اینکه وسط نمونن هی شما باید دستور اتک رو بدید و همونطور که میبینید خیلی راحت جمع شدن، به خاطر اینکه پایکمنایی برای دشمنمون نبودن که بخوان حملات رو بلاک بکنن به اصطلاح. میبینید که خب حمله خیلی راحت دفع شد. بیشتر من این بازی رو واسه جنبه آموزشی گذاشتم، برای همین یه کمی طولانی است. گفتم که بچه‌هایی که حالا تازه شروع کردن نصب میکنن نسخه رو یا چنان اطلاعاتی ندارن بتونم حالا یه چیزی در اختیارشون قرار بدم. خب ظاهرا این الان به نظر میرسه که حریفمون اساسین زیادی نداره که بخواد راش بده و داره هی میکشه عقب. خیلی خوبه. ببین اصلا رفیق اون نارنجی که هیچی، اصلا اون ببین اصلا قوانین نو اف اف هم نمیدونه. حالا ما تو دیسکریپشن همین خاص نوشته بود که نو اف اف و همه معمولا همینو بازی میکنن، به خاطر اینکه استفاده از منجنیق و استفاده از نیروی برج روی یک خودش باگ محسوب میشه دیگه، مگر که شیلدم بذارین که دیگه خیلی افتضاحه، مخصوصا اگه منجنیق کوچیک بسته باشه. منجنیق کوچیک تو تنها بازی هستش که از منجنیق بزرگ حتی بردش بیشتره تو این بازی. اینم یکی از به اصطلاح باگ های این بازی هستش، یکی از اشتباهاتی هستش که فایرفلای کرده. حالا تو نسخه های بعدی که شما برید ببینید میبینید که این مشکل خیلی وقته که حل شده و توی سری استرونگهولد جدید که اصلا خیلی باید بیاری نزدیکتر و خیلی هم طول میکشه تا همه چی رو خراب بکنی. خب یه لحظه اساسین ها و
از زیر شیلد اومدم بیرون، خیلی بد شد به خاطر اینکه زمان بره ساخت دوباره اساسین و تعداد زیادی اساسین رو اینجا از دست میدیم. خب حریفمون همونطور که میبینید از اومده دوباره زد کرده، ولی اومده به جاش آبخوری زده. به نظرم استفاده از چوب خیلی بهتر از آبخوریه، به خاطر که آبخوری 60 سکه رو حداقل ازتون میگیره. تنها خوبی که آبخوری داره اینه که اگه یه وقت مالیاتی که دارین میگیرین بالا باشه و نتونید قضیه رو جمع بکنید، یه وقت پاپ زیادی بره، از آبخوری ها هیچ وقت افرادش به سمت قلعه نمیرن. یعنی شما اگه 200 آبخوری بزنید، 200 600 نفر شما آبخوری داشته باشی و مالیات منفی 24 بگیری، اینا هیچ وقت قلعه رو ترک نمیکنن. تنها افرادی هستن تو این بازی که خیلی جالبه این ویژگی رو دارن و پستشون رو ترک نمیکنن تحت هیچ پاپولاریتی. خب اوکیه، من اینجا یه ذره بد بازی کردم، مونکامو دست دادم. خب اینجا بزن شد. نفر نارنجی انگار اصلا تمایل نداره که بیاد بازی رو هندل بکنه. کلا بازی های سرویس همینطوری هستش، کمی سمیه، خاطر اینکه هیچ وقت اون کسی که خوب حمله میکنه ضرر میکنه. من یکم آوردم جلو، میخوام اتک بدم، نمیدونم کاری که دارم میکنم درسته یا نه، احتمالا نه. و پایک و اساسین هم از هم جدا شدن و اینه که بده. حالا من باید اساسین ها رو سریعا به عقب بیارم، به خاطر اینکه اگه الان همین شکلی ببرم جلو قطعا خواهم مرد و احتمالا شمار اساسین های دشمن از من خیلی بیشتره. خب اینجا منتظریم که دوباره بگیر باگی گرفته بود. خب میفرستیم جلو، سریع همه رو میفرستیم جلو، یه نبردی اینجا در میگیره. اساسین های تیم مقابل من خیلی بیشترن. خوب این دفعه فکر کنم اونه که بازی ها من گرفت و آره بازی ها من گرفت و تعداد اندکی رو داشت. حالا من یه سری از اساسیناشو دارم شوت میکنم اینجا و حالا اون تونست که مپ کنترل بازی رو به دست بگیره. یه سری مونک هم اونجا گذاشتم، حالا نه تا سرش گرم بشه زدن اونا 5000 که بیشتر نداره، من بتونم دوباره یک سری نیرو بسازم. حالا تو این سری که میخواد اتک بده، من یکم میستیک هایی که خیلی بد بوده و احتمالا شما الان بتونی حدس بزنید چیه، من انجام دادم و این باعث شده بود که بازی رو بتونه از من بگیره. لحظه برسه، حالا من دارم اینجا دیوار رو ترمیم میکنم، بعد برم یه لایه دیگه هم بهش اضافه بکنم. اوکی، میتونم جلو یه لایه دیگه دیوار بکشم، خیلی خوبه. بریم که اینو 3 لایه بکنیم. خب از اینجا به اجازه نمیده دیگه، از قلعه دور میشه. خب پایکمن و اساسیناش اومد جلو. اون یکی از همون اشتباهاتی بود، اصلا عمل نکرد، نمیدونم چرا، داشتم از دست میدادم. یعنی من دارم سربازامو برمیگردونم و هی بعد مجبور میشم که دروازه رو باز نگردم، ولی ببین وقتی که دیگه میان روی دروازه دیگه من نمیتونم ببندم و این خیلی بد میشه. این یه چیزی مشکل بعدی اینه که وقتی دروازه باز میشه از بغل میتونن بیان داخل. الان اومدن سربازا داخل و در بسته شد. البته میتونید به عنوان یک تله هم ازش استفاده کنید، به خاطر اینکه شیلد و هورس آرچراش میمونن پشت در و
اون نیروهاش میان داخل. من یه تعدادی دوباره اساسین میگیرم و من اینجا خب تلفات زیادی رو متحمل شدم، ولی خب بالاخره باز تونستم بازی رو برگردونم. یه تعداد اساسین رو باید بفرستم بالا برای اینکه دروازه رو برگردونند. خب نیرو پاپای من رو داره میزنه، باید سریع اونا رو تبدیل به نیرو بکنم. خب برگردون به خاطر اینکه نیروی زمینیاش همه از دست داد. آره دیگه این روند همینطوری ادامه داره و شما میتونید از همین استفاده کنید و هرچه حالا نیروی بیشتری بسازید میتونید فایت از نفر مقابل بگیرید.